لهرم عفرینه یا روجاوای کردستان ملیسن الجبهه الشامیه بریارا وارگرتنا باجان برژایا پنجج سادی لسر برهمن زیتونان این زاوین خلکیین لنوفچاین سینوری لگل هزین رزگار کرنا عفرینه در کرن. به بهانه که او نوفچای کسربازیه اوجبو پاراستنوان دوی باجان لسر ور بگرن. لگور عفرین پاست همان ملیسان بریارا که درباره مکبزن زیتی لنوفچاین دستهلاتا خواه درخست که برژایا 25 سادی لسر همی دستهلاتا خواه سپاند. تزانین کنافچاین جیر دستهلاتا الجبهه الشامیه گندین میرامینه، کفرجنه، قطمه، جلبره و قصد الجندو و هن گندین باجارو که موباتونه. هر وها لسر خلکن وان گندین بوری برژایا سی جسادی جبر همین کسین لگندین خادمینن سپاندن. لجبو خلکه بزورداری کچکری تو وکولت نوین پجراندن و همی زوی و برهم جبوان ملیسان تین دست سر کرن. لأولئك كدن مليس الفيلق الشام يو جريدوي دوغر كاريو تركيا ببهانيو بارستنا برهمن زيتونون لسر خلكه گنده دیگه یه گریدای باجارو که بلبله باج سپاندن. هر دوی در بورده نویسکه ها آبوری یا ملیسان 105 تنکین زیته لسر خلکه گند فرس کرن. هر کس لگور جمارا دارن خواه. تزانین کروجا پنجشنبه برپرسه نویسکه ها آبوری یا وان ملیسان جوینک جه خلکه گنده کیلارل دارخست و او بداینا 3 تنک زیت آگاه دار کرن و وک باجن سالانه ین بر همین زیتونان. هر دو درباره دزینا بر همین زیتونان ده بر همین 40 دارن زیتونان لگنده گوبک یک گریدای باجارو که موبتا هاتن دزین. تزانین که او دار این ولاتی کرد احمد حمونه. هر وها همان دزان 4 دارن زیتونان به مبستا کار آنین وان وک ایزنک برین. دادگاه بلند آمونشین آلمانی سزای 10 سال زندانی به سر جنکوی ولاتی سپاند. جبرکو بری چند سالان حول ندا کچک کرده ایزیدی جمرنی رزگار بکن. دعواکار گشتی آلمانی را گهانده بو جنیفر وینیس و طه جمیلی هفجینوی ده سال 2015 هنده دما کل باجار موصل ای عراق دجین اندامی ریخستن دولت اسلامی داعش بون. دوی دمیده وان جنک و کچاوی جکردین ایزیدی و کولک ریبون. دعواکار گشتی آلمانی بردوام کرد که طه جمیلی هفجین جنیفر او کچا ایزیدی سزا دا. او لدروی ماله بزنجیر گریدا کچا بچوک لبر تیشک روژه یگر و جبر تیبونه جان خواجه دستا. دعوا کارگشتی هر وها خویا کرد که راسته طه هفجین جنیفر افکارا کریه لی جنیفر تحول ندانه جبو رزگار کرنا کچکه. دادگاه بلند آمونشنه سزای 10 سال زندانی بسر جنیفر وینیستا سپاند او جی جبر بشدار بوناوه ده توانین دجی مروباتیه. یک هبونا رولاوه ده کوله برنا کچکه و ده آلی کرنا کشتناوه ده. یه ده دوی جی اندام بون در اخستنک تروریستی ده. هجای گوتنه جنا کرده ایزیدی ده چند سالن بوریده. چند جارا ده دادگاهین مونشن و فرانکفورت ده گوتن لین هاتنه ورگرتن. به مبستا زلال کرنا روشاوان و کشتنا کچاوه یه بناوه نورا. ده دما رواندنوان لخلافت دولت اسلامی لموصله. تزانین جنیفر وینیس ده سال 2013 هنده دریکا طه جمیلی کب اصل خواه سوریه و رگزنامه یا آلمانی جی هیه بویا مسلمان و ده سال 2014 هنده دریکا ترکیه را در باسی سوریه بو و جوه داره چوی عراقی و پیویندی به داعش را کرد. طه جمیلی جی نهال دادگاه فرانکفورت آلمانی ده دادگاه کرن و بریاره ده داویاوه مهیده ورس زادان. Ausgeführt, dass es einige Punkte gibt, die zurückzuführen. لهرم ادلب یا باکور سوریه یا کدبن کنترل جبهه تحریر الشام دایا جبر کونر خیلی رایو ترکیه ارزان تردبه نشته جهل نوا بازار درایزین دریج در آوستینه. بریارا سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان یا در کرنا 10 دیپلماتکاران کدنوان ده بالیوزن امریکا و آلمانیا جیهانه ده شمه پشتی نیبرو نرخیلی رای ترکیه داکت آستا هرینزم نه خال 85 لهم بر دلار امریکی. هجای گوتنه کراوشا جیانا به هزاران جوالات سوریه نتنه جبر بردوامی یا شر لجبر انجام داکتن و نرخیلی رای ترکیه جی خراب تردبه که او بو پریا سرکه یادانستاندنه. او چافگانی و داهات پشتی کلی رای سوریه نرخ خواه لهم بر دلار سالا پارج دست دا. هلواشین و دراف ده بهایا کلوپرین سرکه ین کروژانه به هزاران نشتجه جبازاره دکرن خویابون. به همان آوایی بلندبون و لیچونا سوتمنی مازوت و گازا مالجی جیانا هموالاتی سوریه دشوار ترکر. غلط على الدولار
وغلت البضاعة اللي رتب فيها صارت دبل من 5.5 صارت هلا ل 9 و5 و5 تحية عز وشموخ ومهابة. دهد الشمال خرطوم پایتخت سودانی عبد الفتاح البرهان سروک انجمن سیاده یا انتقالی روشا آورتل والد راگهاند و انجمن سیاده و انجمن وزیران هلوشاند دپیوک ده کو تلویزیون سودانی بگو هست البرهان راگهاند کو بالانس دید نوبرا پیکوتاین دستلات دارده نمابو روشا والد جی برو پرچبون دچو و ماترسی لسر آسایش والد و یکی تیاوی هبون پشتره ولایت سودان در کتن کلان خرطوم و پایتخت او به پیخستن آگران ناراضی بون خواهش هلواشاندن حکومت او گرتنا سروک وزیر مدنی عبدالله حمدوک و 4 وزیرندن نشاندان او خیا کرن که اف کودتا که سربازی سر حکومت مدنی دایه تیزانی پشتی راکرنا عمر البشیر سروک بری جسر دستهلاتدار سالات 2019 حکومت کنو چند کسین سربازی او مدنی پیکات بو جبور و برناوالد به شیوه کی دمکی پشتی بلاف بونان و چایا کودتایا سربازی لسودان والکر بیرتس نونر تایبت یه امیددار گشتی یه نتوانی یک بوی بو سودان لبارگه های یو این لنیویورک داخواست جعالی جدای سودانی کرد خواراگرنه به پارزن هر وها داخواست جهازین سربازی کرد کوان کسین به شیوه کی نیاسایی هاتنگرتن ورن بردان نابوری هر وها داخواست کرد که همو عالی و گرن دیالوگه جعالی خواه نبیل مصرالی پیفدارا بناوه کمیسیون اوروپی دو کنفرانس که روزنامه‌وانی دل بروکسل پایتخت بلژیک راگهاند یکی دیو اروپا گلک نگرانه جبر روشا سودانه او گرتنا حمدوک سروک وزیر سودانه او کسندن جعالین هیزه سربازی ده ام داخواست دکن کود زوترین دم ده ورن آزاد کرن هر دوی درباره ده نید برایس پیفدار بناوه وزارت دربیا امریکا دو کنفرانس که روزنامه‌وانی در راگهاند امریکا کارن هیزه سربازی لسودان او گرتنا برپرسین حکومت شرمزار دکه هر وها خیا کرد که امریکا داخوازا و گراندن حکومت مدنی یادم کی دکه